خب سلام دوباره بچه‌ها، نامتون خیلی خوب باشه. سالار حقیقتی هستم و اومدیم با ادامه دوره ریاکت کوئری. خب توی این جلسه گفتیم میخوایم چیکار کنیم. میخوایم بیایم یه مقدار کد رو مرتب کنیم و اصلا یه مقدار اصولی تر کد بزنیم. آخه کی میاد همه کوئریشو نمیدونم API کارش و همه این چیزها رو بریزه داخل کامپوننت اصلیش و بخواد اینجوری با کامپوننت یا کامنت جداش کنه. چیز قشنگ و ترتمیزی نیست. معمولا توی کدهایی که ما میزنیم توی استراکچر پروژمون ما یه چیزی میایم توی تب اسارس توی پوشه اسارسیمون میسازیم به اسم چی؟ ما استراکچر پروژمون معمولا اینجوری دیگه، پیجز داریم، کامپوننتس داریم، تایپس داریم و هوکس داریم و بقیه چیزها. یه چیزی داریم به اسم چی؟ سرویسز، یا حالا بعضی اسمشو میذارن سرویسز، بعضیا میذارن API، هر چیزی میذارن. و قراره کار چیمونو بکنه؟ یه پوشه ما میسازیم به اسم سرویسز، چیزایی که قراره یه سرویسی به ما بدن، مثل API که داره یه سرویسی به ما میده دیگه. و ما میایم این پوشه سرویسز رو اختصاصا میذاریم برای اون چی؟ برای اون سرویس هایی که حالا میدن. و حالا چون که الان ما سرویس های دیگه به غیر از API اینجا نداریم، صرفا همه رو داخل همین سرویسز میذاریم. حالا اگه یه موقع ما سرویس های دیگه ای هم داشتیم که از طرف چیزهای دیگه بود غیر از API هایی که داریم، اون موقع حالا استراکچرش یه مقدار تو تر میشد. مثلا یه قسمتی میشد API، یه قسمتش میشد حالا چیزهای دیگه. اما اینجا ما صرفا API ها رو داریم. حالا چطور تو این پوشه سرویسز ما میتونیم منظم پوشه بندیمون رو درست کنیم که هم تمیز باشه، هم قشنگ، هم دیولپر که بعدی که اومد روی کدمون به ما فوش نده؟ چطور میتونیم این کارو کنیم؟ بهترین راه حلش اینه که بچه، حالا خیلی راه حل هست که میاد میکنه کوئری، هوکس، میوتیشن و اینجور چیزها که حالا بعداً میبینیم. ولی راه خیلی خوبی که وجود داره از نظر من اینه که بیای اینو اند پوینت کنی. یعنی چی اند پوینت کنی؟ یعنی بیای بر اساس اون API که بهت میدن و اون API که بهت میگن چی میگن؟ این اند پوینت. خب بر اساس اون API که دارن بهت میدن یا اون اند پوینتی که بهت میدن، بیای تو چیکار کنی؟ یه پوشه برای اون بسازی و تمامی موارد اون رو توی اون قرار بدی. مثلا بهت میدن محصولات. حالا این محصولات ببین خودش چند تا API داره. ببین محصولات یه API داره، لیست محصولات، پروداکتس. یه API داره، ببینیم مثلا این فیک API توش هست. یه API باید داشته باشه برای پست، ببین برای ساخت محصول، add new product. اینم باز چیه؟ توی خود همون پروداکت، تو دسته اونه. یه API داره چی؟ get single product، یعنی یه دونه محصول ما بدی با استفاده از ID. اینم همون API پروداکته. آپدیت یک پروداکت، بروز کردنش، تغییراتش. دیلیت پروداکت. ببین اینا میشه چی؟ این کلش میشه یک کراد، بهش اصطلاحاً میگن کراد. create، read، آپدیت و دیلیت. خب میشه کراد که میشه یک چی؟ در واقع پکیج خود API پروداکتمون. حالا بهتره که کدت رو یه چیکار کنی؟ سرویسات بر اساس این پکیج درست کنی. پس من میام چیکار میکنم؟ توی این پوشه درست میکنم. بکن من میگه آقا API پروداکت میخوام دیگه، میگم باشه این پروداکت. اوکی، این میشه API چی؟ پروداکت. همه چی رو من داخل این دیگه قرار میدم. و توی این حالا میام چیکار میکنم؟ این سرویسز بخش پروداکت. ممکنه یه بخش دیگه داشته باشه چی؟ بلاگ. ممکنه یه بخش دیگه داشته باشه چی؟ مثلا نمیدونم حالا هر چیز دیگه ممکنه باشه دیگه، authors مثلا، یا هر چیز دیگه. حالا توی پروداکت چیا ما میخوایم؟ چند تا چیز میخوایم. یکی end points. خب end points که اینا میشن چی؟ end points میشن لیست یا همون موارد API های ما. .ts میذارم. چند تا بچه‌ها گفته بودن بچه TS یا تایپ اسکریپت نگو، اول جاوا اسکریپت بگو. بچه‌ها ببینید، میدونم خیلیاتون مثلا تایپ اسکریپت الان دوست ندارید یا یاد نگرفتید، برید یاد بگیرید. دارم بهتون منطقه میگم برید یاد بگیرید، برای خودتون خوبه. هیچ کی دیگه جاوا اسکریپت کد نمیزنه، برید یاد بگیرید. خب مجبوریه دیگه. end points که میشه چی؟ لیست API های ما. یعنی ما لیست API ها یا فانکشن های API هامون رو میذاریم توی end points. اوکی، حالا بریم ببینیم با هم دیگه. من میام این فانکشنی که اینجا استفاده کردیم و برمیدارم. ببین این فانکشن قراره خیلی جای دیگه استفاده شه. اینو برمیدارم میام میذارمش اینجا. این میشه چی؟ میشه end point لیست محصولات من. حالا اگه فردا پس فردا بخوام یه فانکشن دیگه یا یک در آینده میبینید همه اینا رو اضافه میکنیم.
یکی دیگه بخوام اضافه کنم برای گرفتن یه دونه آیدی میشه چی؟ میشه products.id. اوکی این میشه get product. ببین این میشه لیست فانکشن. چقدر تمیز و مرتب میشن کنار هم دیگه. میتونی هر جا بخوای از اینا استفاده کنی. خب پس این میشه get products ما. end pointمون میاد اینجا. از اینجا دیگه برش میداریم. تموم شد رفت. برو پی کارت. حالا نکته بعدی چیه؟ من و اینو حتی میتونم الان اینجا هم اینجا هم کالش کنم و ازش استفاده کنم. حتی اینجا اکسپورتش نکردیم. من اینو اکسپورت میکنم و اینجا استفاده میکنم و ارورومون باید رفت بشه. این اکسیوس هم اینجا برمیداریم. این اکسیوس رو اینجا ایمپورت میکنیم. تموم شد رفت. یکم کدومون مرتب تر شد. حالا ما میتونیم این ایز لودینگ و پروداکتس و نمیدونم این یوز افکت و اینا هم بیایم جمع و جور رو تمیز کنیم. چطور؟ میتونم کنار این end points که اینجا ساختم بیام یه دونه دیگه پوشه دیگه یک فایل دیگه بسازم به اسم hooks.ts. دوباره ما میتونیم بیایم برای API کالمون کاستوم هوکس درست کنیم. چطوری؟ میام اینجا یک کانست میزنم، اسمشو میذارم چی میذارم؟ use get products. اوکی یعنی من اومدم چیکار کردم؟ من یک کاستوم هوکس اینجا، یک کاستوم هوک اینجا درست کردم. خب که بیاد کار API کال من رو به جایی که اینجا بنویسم خب بیاد توی این برام انجام بده و کاستوم هوکمو برام اونجا صدا بزنم که خیلی تمیزتر و باحالتر میشه. چطور حالا میتونم این کارو بکنم؟ میتونم بیام اینجا خب توی کاستوم هوکم. حالا بعد این قشنگ بهتون گفتم اینجا به ازای هر کدوم از اون اند پوینت ها میایم یه دونه اینجا میسیزیم. به ازای هر اند پوینتی هم که حالا اینجا درست میکنیم میتونیم بیایم یه کاستوم هوک براش درست کنیم که بیشتر با هم میبینیم. من میام اینجا و مواردی که اینجا نوشتم خب اینایی که اینجا نوشتم رو چیکار میکنم؟ اینا رو برمیدارم. ببین چیزایی که داخل خود بدنه بادی چی ان؟ اپ ما یا کامپوننت ما. اینا رو برمیدارم میرم توی این کاستوم هوک قرار میدم. اوکی و همشون ایمپورت میکنم ما یوز استیت و یوز افکت و این get products رو. اوکی و اینم اکسپورت میکنم. این یوز get products مون رو اینجا اکسپورت میکنم. اوکی خب یه مورد دیگه میمونه چی؟ get products اون تایپه بود اینجا نوشتیمش. میبینی یه تایپ اینجا نوشتیم. اینا هم دیگه نیاز نداریم. میبینی غیر قابل بلا استفاده دیگه. میبینی رنگشون هم مثلا اینجوری شده. خب چی میمونه؟ اینم دیگه هم پاک کنم. اینجا چی میمونه؟ تایپه میمونه. این تایپه رو چی کار میکنیم؟ خب بازم قبول داری این تایپه جزئی از اون پروداکت است یا اون اند پوینت پروداکت یا اون پوشه پروداکت یا اون سرویس پروداکت ما. خب من داخل این میام چیکار میکنم؟ یعنی types.ts هم میذارم. چیکار میکنم؟ اون تایپی که توی این نوشتم میام چیکار میکنم؟ برمیدارم و میبرم توی این تایپ اینجا قرار میدم و تایپ اصلیه هست. این تایپ اصلیه رو اکسپورت میکنم. اینو نیازی نیست چون جایی ازش استفاده نمیکنیم. این تایپ خودش توی این استفاده شد. ما این اصلیه رو اکسپورت میکنیم و کجا استفاده میکنیم؟ توی هوکسمون جایی که نیازه و ایمپورتش میکنیم. اوکی حالا تا اینجا. حالا ببین این کاستومو که الان هر جا تو صدا بزنی برای چیکار میکنه؟ این کاستومو که هر جا صدا بزنی میاد این API رو کال میکنه. ببینش قشنگ get products رو. اوکی اینو میاد کال میکنه. هر جا صداش بزنی کاستومو کو میاد چیکار میکنه؟ دیتا رو برات ست میکنه. set products و set is loading میکنه. چون که بچه ها ما این رو ببخشید چون که این رو ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم انقدر ایزوله کردیم، محدود کردیم و قشنگ کردیم. بهتره دیگه به جای اسم پروداکتس یعنی استیت پروداکتس به این دیگه فقط ایزوله است به خودش دیگه. من اینجا گذاشتمش توی این اپ گذاشتم اسم استیتشو پروداکتس، اسم استیتی که قرار دیتا توش بره دیگه. چرا؟ چون که ممکنه ما 1000 تا استیت دیگه اینجا تعریف کنیم. ولی چون این ایزوله است به get products دیگه اسم این استیت هم میذارم دیتا و set دیتا. میبینی؟ و اینجا هم set دیتا رو درست میکنم. ببین هیچ کاری نکردم فقط اسم این استیت رو درست کردم که خیلی خوشگل تر بشه. حالا ایزوله است ببین. پس ما دیتامون میره تو این استیت، ایز لودینگمون میره تو این استیت. حالا
چیکار میکنم؟ اینو من ببندم. حالا اینجا چیکار میکنم؟ اینجا میایم اول بریم اینو ما پاک کردیم، اوکی، تایپ هم پاک کردیم. میایم از این کاستوم هوک چیزایی که میخوایم رو ریترن میکنیم. ما چیا رو نیاز داریم؟ خب دیتا و ایز لودینگ. تموم شد رفت. یه کاستوم هوک خیلی خوشگل. حالا بریم این کاستوم هوک رو ما صدا بزنیم. کجا؟ هر جایی که دوست داری دیگه میتونی صدا بزنی. یه کد یه بار نوشتی برو 100 جا استفاده کن. میایم اینجا توی اپمون یه کانست میزنیم مساوی این کاستوم هوک. کاستوم هوکمون رو ایمپورت میکنیم و ازش دیتا و ایز لودینگ رو دریافت میکنیم. اوکی، حالا اینجا چرا داره رو میده؟ چون این استیت یادتونه اسمش رو شدیم پروداکتس دیگه، اسمشو میذاریم دیتا. یا اینکه اگر میخوای اینجا به مشکل نخوری، خب همینجا میتونی اسمش عوض کنی دیگه. میتونی جلوی این دو نقطه بزنی اسمش بذاری پروداکتس. هم رعایت کردی تمیزی کد تو، اینجا اسمش دیتا، همه چی خوشگل و تمیزه. همین اینجا اومدی تفاوت قائل شدی که با استیت های دیگه به مشکل نخوره. ببینید اصلا کار میکنه. رفرش میکنم و میبینید همه چیز، هم اون لودینگ رو میده هم بقیه موارد، همه چی داره تمیز و صحیح و سالم کار میکنه. و ببین چقدر کد تمیز و قشنگ شد. ما اینجا اومدیم اند پوینتمون رو درست کردیم، اوکی، اینجا توی هوک گذاشتیمش، یه کاستوم هوک. تایپش هم اینجا تعریف کردیم، از تایپش توی این هوک استفاده کردیم برای این استیته که به مشکل تایپی نخوریم و اومدیم کاستوم هوک رو اینجا استفاده کردیم. و تو هر صفحه دیگه ای که بخوایم ما میتونیم از این کاستوم هوک استفاده کنیم. هم بهمون ایز لودینگ میده، هم بهمون چی میده؟ دیتا رو میده. همین که ما میتونیم بیایم توی این کاستوم هوک براش ایز ارور تعریف کنیم، نمیدونم ایز ساکسس و هزار تا فانکشن و داستان دیگه میتونیم توی این قرار بدیم و ایزولش کنیم به این. و همه جا دیگه میتونیم از این کاستوم هوک استفاده کنیم و انقدر خفن کدمون رو بنویسیم. حالا این چیزیه که من تا اینجا بهتون گفتم، اینا همش چیزایی بود که خود من نوشتم و اصلا از چی استفاده نکردیم؟ از ریاکت کوئری استفاده نکردیم. ریاکت کوئری حتی از اینم بهتره و خفن‌تره. با اینکه این خیلی کد ما رو خوشگل و ترتمیز کرد، ریاکت کوئری میاد این رو انقدر ساده تر میکنه، انقدر پر امکانات‌تر میکنه که توی جلسات بعدی با هم دیگه میبینیم. ولی اگر جلسه بعدی رو ببینید میفهمید که چرا من اینا رو گفتم، چون میبینید چقدر ریاکت کوئری مشابه کدیه که الان من زدم و دقیقاً به همین شکل استفاده میشه. ولی من بیسش رو بهتون گفتم که بدونید توی بطن قضیه داره چه اتفاقی میفته. مطمئنم جلسه بعد خودتون حال میکنید. بریم سراغ جلسه بعدی.